باز یک ناوگانی در سمت خدمترسانی نقلیات جمعیتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای بهتر به راه ماندن خدمترسانی نقلیات جمعیتی شهری 3 نمود میکرواتوبوس‌های نوی مسافربری زمانوی که با تجهیزات نظام پرداخت الکترونی مجهز میباشند به طور آزمایشی در خط سیر رقم 16 به کار شروع کردند. نورالدین قربان و بهادر قربانزاده از رفت فعالیت و برتریت میکرواتوبوس‌های نو گزارش تهیه نمودند. بهتر نمودن خدمترسانی نقلیات جمعیتی در پایتخت مملکت زیر توجه مخصوص رهبریت شهر دوشنبه قرار داشته مرحله به مرحله توسط جاری نمودن نظام پرداخت الکترونی خدمترسانی مطابق به استانداردهای بین المللی به راه مانده می شود. 3 نمود میکرواتوبوس‌های نوی که به طور آزمایشی در خط سیر رقم 16 که نقطه اول محله چورتپه و آخر آن محله چنورو می باشد تحت نامگذاری خط سیر مردمی موسیچه سفربر گردیدند. نقلیات مسافربر مذکور استحصال کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود اکیا اوستا اتوماتیو اینداستری می باشند. میکرواتوبوس‌های نو با مقصد بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی نقلیات مسافربر جمعیتی شهری روانه کرده شدند. دوام مهلت آزمایشی فعالیت میکرواتوبوس‌های نو زمانوی را خود شهروندان بها می‌دهند و آن را برای آینده تنها آنها انتخاب می‌کنند. رهبریت کارخانه تصمیم گرفته است که با طور آزمایشی جهتی در آینده برای ماندن بندوبست و استحصال میکرواتوبوس‌ها 3 نمود میکرواتوبوس‌های تمغه ایویکو، کارسان و جک را از هر نمود مجددی خریداری نموده است و در خطر میکرواتوبوس رقم 16 با طور آزمایشی سفربر نموده است. بعد گذاشتن مهلت آزمایش متخصصان کارخانه با نوبت تکلیف و پیشنهادهای مسافرین که از خدمترسانی‌های نقلیات مذکور استفاده نمودند یکی از وسایل نقلیات مذکور را انتخاب نموده در آینده بندوبست و استحصال آنها برای مانده می شود. واسطه های نقلیات مذکور به استانداردهای بین المللی و بی‌خطری استفاده بری تکنیکی جوابگو بوده جهت بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی در بازار نقلیاتی زمینه گذار می باشند. باید گفت که خدمترسانی میکرواتوبوس های نو در دایره لایحه نظام پرداخت الکترونی راهگیرا و نظارت آن در نقلیات مسافربر اتومبیلی استفاده عمومی شهر دوشنبه لایحه کارت شهری به راه مانده می شود. این میکرواتوبوس ها با طور زمانوی با والیداتورها تامین کرده شده است. راهگیرا را توسط کارت‌های نقلیاتی می‌توانیم پرداخت نمایید. پرداخت حق راهگیرا در نقلیات جمعیتی توسط کارت الکترونی طلبات زمان بوده برای مسافران آسان و قلای و برای رانندگان وقت را صرفه می‌نماید. نورالدین قربان، بهادر قربانزاده، عبیدالله سیولی، دوشنبه اخبار.